شاعرها هم همه سوی ورزاب میآیند، عالمان هم سوی ورزاب میآیند، عاشقا هم همه سوی ورزاب میآیند. حافظان هم سوی ورزاب، وزیران و وکیلان و مهمانان و سیاحان و هر کسی که میخواد همون زیبایی و تراوت و طبیعت تاجیکستان در وجودش احساس کنند حتما ورزاب میارند. و به بالای این ما مهمانانی سطح بلند دولتی را میاریم به ورزاب. یعنی ورزاب یک پناهگاهی ماست، هم از گرد زندگی هم از گرد طبیعت میایم در اینجا خود را برقرار میکنیم، انرژی میگیریم، دوباره جوان میشیم تا که رویم باز فعالیت خود را ادامه کنیم.